چه آسان شده مسلمان بودن. به یاد مصعب رضی الله عنه، فرزند امیر که وقتی مسلمان شد خانواده ثروتمندش همه امکانات را از او سلب کرد، چنان که وقتی به شهادت رسید لباسش به اندازه ای نبود که بدنش را بپوشاند و پاهای او را با برگ پوشاندند. او قبل از اسلام چنان شیک می پوشید و عطر می زد که اگر از کوچه عبور می کرد بوی عطر خاصش را همگان می شناختند. یاد خباب رضی الله عنه که می کنیم، وقتی مسلمان شد بدنش را بر روی گدازه های آتش قرار می دادند تا گدازه ها را چربی کمرش خاموش می کرد. یاد بلال رضی الله عنه که همه هنوز فریاد احد احدش را زیر تازیانه ها و سنگ سنگین روی سینه اش در آفتاب داغ حجاز می شنوند. یاد سمیه، آن زن پاک دامن که دست و پایش را بر روی چارپایان بستند و در جهت خلاف حرکت دادند. صدای فریادش هنوز گوش تاریخ را می خراشد که تحت چنان فشاری جان به خالقش می سپارد. چه آسان شده مسلمانی و ما نمازمان به لطف خواب شیرین قضا می شود. شاید قدر دین را نمی دانیم، قدر زیبایی اسلام را نمی دانیم، لذت عبادت را درک نمی کنیم، چون اسلام را در اولین روزهای تولدمان بی هیچ زحمتی به ما هدیه دادند. شاید اگر نمی توانستیم به آسانی قرآن در اختیار داشته باشیم و تلاوت کنیم، در محافل ایمانی بنشینیم و قرآنمان بر لب طاقچه اسیر جلد و رحل نمی گشت و غریب واقع نمی گردید. چه آسان شده مسلمانی.